سلام به همه دوستان. خوش اومدید به کانال نقطه کور. قبل از شروع حتما سابسکرایب کنید تا هیچ کدوم از داستانهای واقعی و مرموز ما رو از دست ندید. داستان امروز از زبان یکی از بیننده ها، فاطمه، تعریف میشه. داستانی واقعی، وحشتناک و طولانی. اسمم فاطمه است. الان 33 سالمه. ولی چیزی که میخوام براتون تعریف کنم برمیگرده به وقتی که 6 سالم بود. پدرم یه آینه قدیمی از بازار آورد. قاب چوبی کهنه، شیشه‌ای پر از لکه و نورهای عجیب. همه خوشحال بودن، اما من یه حس ترسناک داشتم. حس می‌کردم یه چیزی در آینه وجود داره که منتظر ماست. شب اول وقتی تنها بودم و به آینه نگاه می‌کردم، یه سایه سیاه بزرگ ظاهر شد. اول فکر کردم خواب می‌بینم، اما سایه با سرعت از شیشه جدا شد و به بدنم زد. از هوش رفتم. وقتی دوباره به هوش اومدم حس کردم هنوز چیزی تو اتاق هست. سایه حرکت میکرد زیر تخت، پشت پرده، پشت درها. صداهای عجیب میشنیدم. ضربان قلبم مثل طبلی میکوبید. نفسهای سرد حس میشد که روی گردنم بود. من گفتم مامان چیزی دیدم توی آینه. یه سایه سیاه بزرگ. مادرم گفت فاطمه جان نترس، شاید فقط خیالاته. پدرم گفت نه، من هم حسش میکنم. چیزی عجیب اینجا هست. باید مراقب باشی. کم کم همه متوجه شدن که اتفاقات عجیب فقط خیال نیست. شبها ترس دائمی همه رو گرفت. روزها هم آرامش نداشتیم. خانواده تصمیم گرفتن بفهمن آینه چیه. روزها به کتابخانه، بازارهای قدیمی و به قبرستانها رفتیم. در کتابخانه قدیمی فاطمه و دایی کتاب‌های مربوط به جادوگری قاجار رو پیدا کردند. داییم گفت این آینه برای یکی از جادوگران معروف اون زمان بوده. قربانی‌های زیادی داشته و هر کدوم به شکل وحشتناک مردن. هر قربانی یه داستان وحشتناک داشت. یکی در خواب کشته شد، بدنش پیدا نشد. دیگری با خونریزی شدید از سر مرد. درست مثل چیزی که در آینه دیده میشد. یک نفر در آتش سوخت و دیگری در زیر زمین خفه شد. تحقیقات طولانی و مکالمات خانوادگی باعث شد کم کم الگوی طلسم و نحوه کشته شدن قربانیان مشخص بشه. داییم بعد از هفته‌ها تحقیق و مراقبه متوجه شد طلسم یک نقطه ضعف خاص داره. داییم گفت با ایمان و دعا و انجام مراسم مشخص میتونیم سایه سیاه رو مهار کنیم. اما کوچکترین بی‌احترامی میتونه همه چیز رو نابود کنه. خانواده شروع کردن مراسم و مراقبت طولانی با دوام و نگهداری آینه در مکان دور از شهر تا سایه نتونه اونها رو تهدید کنه. هر روز سایه تلاش میکرد نزدیک بشه. وقتی فاطمه یا کسی از خانواده به آینه نگاه میکرد، سایه با سرعت از شیشه جدا میشد و حرکت میکرد. صداهای نفس، زمزمه، باز و بسته شدن درها، حرکت سایه همه باعث میشد قلب بیننده هم با هیجان بکوبه. حتی وقتی روشنایی بود، سایه هنوز میتونست خودش رو پنهان کنه و لحظاتی ناگهانی ظاهر بشه. 2 سال بعد دایی به دلیل بی‌احترامی کوچک به قوانین طلسم، همان چیزی که آینه نشون داده بود، براش اتفاق افتاد. شب حادثه دایی در تصادف با ماشین پرتاب شد. از شیشه جلو بیرون رفت. سرش شکافته شد و خونریزی شدید داشت. اما خانواده نجات پیدا کرده بود و من هرگز شجاعت و ایمان دایی رو فراموش نکردم. هنوز وقتی جلوی هر آینه‌ای میستم میترسم سایه هنوز ممکنه پنهان باشه.
اما یاد دایم بهم یادآوری میکنه که ایمان و محبت میتونه نجاتت بده. اگه شما هم داستانهای مرموز و واقعی دارید برامون بفرستید. ویدیو رو لایک کنید و سابسکرایب یادتون نره تا داستانهای بیشتری ببینید.